گفته است پیغمبر، گفته است وقتی که اگر بنده مؤمن گناه میکند خداوند به منزله یک نوگ سوزن واری در بالای دل او یک نقطه میگذارد. وقتی که اگر بنده پشیمان شد از گناه سقل منها، خدا در حال اون نقطه را دور میکند. فایزه زده لیکن ناترسانه با گناه را دوام داد، زدت خدا نقطه سیاه را زیاد میکند. یعنی دل از گناه بسیار سیاه میشود. در دوام پیغمبر خدا چی گفت؟ گو میدان اسامه که گناه بسیار از چی پیدا میشود؟ و چی سبب بنده گناهکار میشود؟ و چی سبب؟ اسامه سوال کردن، گفت کثرت ذنوبک من نسیان الموت. میدانی گو اسامه بسیاری گناه تو، گفت اسامه پیدایشش از این است که تو مرگ فراموش کردی، تو مردن فراموش کرده ای. تو از این بخاطر هستی که تو بالای پات حرکت داری، امروز تنی صحت داری، لیکن در پیش مرگ منتظر توست. تو از مرگ فراموش کردی. حضرت گفتن رسول اکرم بهر چی من مرگ فراموش کردم؟ چرا این طور شد؟ رسول الله گفت که من طول الامل، زیرا که در دل تو آرزو بسیار است، تو نقشه های بسیار که در دل داری، آرزوهای بسیار که در دل داری، از این خاطر تو مرگ فراموش میکنی. در اصل آن آرزو امیدهایی که در دل ما و شماست که سال آینده فلان کار انجام میتون، سال آیندهش فلان کار انجام میتون، اینا آرزوهایی هستند که ما و شما فقط همون سال منتظر هستیم. آمدن مرگ از خاطر ما و شما دور میشود. در دوام رسول اکرم گفتند میدانی که آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ اسامه گفتن نه یا پیغمبر، به علم خدا تو و خداوند داناست، از چی آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ رسول الله گفتن من حب دنیا، از محبت دنیا آرزوهای بسیار پیدا می شود. آدم دنیا را دوست بدارد، محبت در دلش بسیار می شود. محبت دنیا در دلت که غلبه کرد، آرزوهای بسیار در دل تو پیدا می شود. و رسول الله در آخر گفتن، اسامه گفتن از این روز اعتبارا دل تو که صاف شد، دل تو تازه شد، ولکن رأس کل خطیه حب دنیا، سری همه خطایی ها گفت اسامه بدان که دوست داشتن دنیا هست. کسی دنیا را دوست می دارد آخرت بد می بیند، کسی که دنیا را دوست می دارد مردن بد می بیند، قبر بد می بیند. این چه است؟ این نشانه او هست که این آدم محبتی بر دنیا دارد. فکر میکند که در دنیا من ابدی هستم، یک تصور نمیکند که رسول اکرم کجا شد، یک تصور نمیکند که بهترین بعد رسول اکرم ابوبکر صدیق کجا شد، عمر کجا شد، عثمان کجا شد. اینا را فکر نمیکند. مر موسی علیه السلام بالرجل وهو یبکی و رجع وهو یبکی. غزالی میگه در کتابش که روز حضرت موسی بر کوچه گذر کرد. سبب محبت دنیا را ببین که چی مکافات بر آدمانی که به دنیا محبت دارن خدا چی مکافاتشون میتد. حضرت موسی میگه گذر کرد بر یک کوچه، نگاه کرد یک جوان بچنان گریه دارد، بچنان گریه دارد. موسی در حیرت ماند که این چی گونه بنده گناهکار باشد. رفت میگه، بعد از بین ساعت گذشت، موسی باز بر همون راه گشت، نگاه میکند که باز همون جوان در گریه هست. حضرت گفتن الهی عبدک یبکی من مخافتک. خدایا گفت این بنده را من نگاه کردم ساعت هاست که گریه میکند، این بنده تو از تو میترسد، خدایا مغفرتش کن. لیکن از جانب خدا چی آمد؟ موسی لو سال دماغه مع دموع عین و رفع یدیه حتی یسقطا لم اغفر له.
موسی گفت اگر همین بنده که گریه دارد اگر چنان گریه کند که چشمش قاق شود، چنان گریه کند که از سیلابه آبش همه بینیش شسته ببرد، چنان گریه کند و چنان دستهاش بردارد که دستهاش از ساعتهای دراز قاق شود، لم اغفر له، او را من مغفرت نمیکنم. موسی در حیرت ماندند الهی این چگونه گناهکار باشد؟ خداوند گفت این گناهکاریش همین است که هو یحب الدنیا، این دنیا را دوست می‌دارد. این دست‌های برداشته‌اش، چشم‌های پری آبش، اینش که عبادت است لیکن در دلش محبت دنیاست. لم اغفر له، من را مغفرتش نمیکنم. این سبب چی است؟ سببی که محبت دنیا در دل ما و شما جایگیر می شود.